سلام. دولت تدبیر و امید تشکیل شده از تدبیر به اضافه امید. روحانی که اند تدبیره توی یک صبح بنفش رنگ همراه با یک کلید طلایی سر از صندوق ولایت بیرون آورد. کارنامه چند ماهه این حسن فرفره پر از چشمه‌های تدبیره. از فرو کردن جام زهر تو حلقوم مقام عظمای ولایت بگیر تا تک زنگ به اوباما و بغل تو بغل شدن با 5 به علاوه 1. حالا میرسیم به جدیدترین شاهکار روباه بنفش. جان، کشتی کالا؟ نه. تریلی کالا؟ نه. وانت کالا؟ نه بابا، سبد کالا. من که میگم سبد کالا یهو برق نگیرته. دو تا مرغ، 2 تا شونه تخم مرغ 12 تاییه، یه بسته 10 کیلویی برنج هندیه، 2 بطری روغن مایه است، 2 بسته هم پنیر. به این میگن کوه تدبیر شیخ فری یه سبد موش زایی. حالا این سبد کالا که قرار بود آس دولت روحانی باشه شده مایه دردسر. از همباندی‌های خودش تا رقبا هر کی از راه میرسه یه توسری به شیخ فری میزنه. یکی میگه آقا این سبد کالا تبدیل شده به یه موضوع امنیتی. اون یکی میگه آقا داره به دشمنای نظام سیگنال ضعف میده. یه بسیجی هم این وسط در میاد که آقا یه زمان میگفتیم نه تاید میخوایم نه ریکا، مرگ بر این آمریکا. چی شده حالا میگیم نه تاید داریم نه ریکا؟ غلط کردیم آمریکا. با همه این تفاصیل نمیدونم چرا این شیخ فری اینقدر اصرار داره که خودشو خاص جلوه بده. بابا خاص بودن تو مغز اتفاق میفته، وگرنه واسه خرم که رواد بزنی خاص میشه.